تا زمانی که ما مقایسه کردن خود را با دیگران از زندگی بیرون نکنیم، آرامش کامل را پیدا کردن غیر امکان است عزیزان. زیرا نه من از تو بالاترم، نه تو از من پایینتر. من خودم هستم، تو خودت هستی. هر یک با راه خود، با رنگ خود، با سرود خود. موفقیت آن وقت در ما را میکوبد که ما به جای دیدن دیگران خود اصلی خود را بینیم. آرزوها را با تجربه خود بسازیم، نه با اندیشه های دیگران. زیرا هیچ کس جای تو را گرفته نمیتواند، چون که هیچ کس مثل تو نیست. هر روز یک قدم به سوی حقیقت خود بگذار و آن روز خواهی دانست بزرگترین پیروزی این خود بودن است. حضرت مولانا چیزی با میگویند که خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را توصیه میدهیم.